درود افچه خوش اومدی به چنل یوتیوب من. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه و روز خوبی داشته باشیم. و امروز تولدمه. من اینجور آدمایی نیستم که روز تولدم ناله کنم، گریه کنم فلان و بهمان که یه سال بزرگ شدم دارم پیر میشم و یا سال گذشته چقدر اشتباهات یا تصمیمات اشتباهی داشتم. نه اصلا اینجوری نیستم. تو اون موقع تصمیمات درستی گرفتم، تو اون لحظه شاید تصمیم درستی گرفتم و بهترین تصمیم رو گرفتم. چرا به خودمون باور و ایمان نداشته باشیم که اون لحظه بهترین خودمون بودیم. از اون جایی که امروز تولدمه گفتم یه بهانه‌ای باشه که چنل ولاگم رو دوباره شروع کنم، بعد از مدت‌ها ویدیو بذارم و نمیدونم این چرا اینطوریه. درستش میکنم، ببین الان درستش میکنم، یه دونه اینطوری میکنم دوباره میاد پایین. نمیدونم چرا مشکل اینطوریه اصلا. خلاصه گفتم یه بهانه‌ای باشه که چنل ولاگم رو شروع کنم، چون خیلی وقت ویدیو نذاشتم. دانشگاه از اون چیزی که تصورم بود خیلی سخت‌تره. این دانشگاهی که قبول شدم واسه ارشد واقعا خیلی سخته، کل وقتم رو میگیره. هر روز میرم دانشگاه، میرم کارگاه دانشگاه، اینا کلاس داشته باشم میرم کلاس داشته باشم میرم کارگاه و شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه دقیقاً اونجا یه دونه، پنجشنبه جمعه استراحته. و امروزم به خاطر این که یه دونه کپسول فشار گوی واسه گاز داده بودم به من که برم مثلا واسهش سری درست کنم، چون اینجا پیدا نمی‌کردم، باید می‌بردم تراشکار و آوردم اونا رو دادم و قرار تحویل بگیرم حالا یکم بعد. و چون تو این تایمی هم که بیکار بودم گفتم بعد از مدت‌ها برم پرونده و مدرک لیسانسم رو بگیرم از دانشگاه آزاد. ببین من فکر کنم نزدیک به 1 سال است که فارغ التحصیل شدم ولی پروندم رو هنوز مدرکم رو نگرفتم و امروز دیگه گفتم تولدمه، بیکارم و فلان و بهمان. البته بیکارم نبودم، برم لیسانسم رو بگیرم. برم مدرک لیسانسم رو گرفتم و حالا پرونده چیزم موند، دیپلمم اونجا موند، نتونستم بگیرم، سیستم اینا قطع شد. یعنی مشکلات کلا دانشگاه آزاد سیستمه. این سیستمش رو نمیدونم چطور درست کردن که همش قطع میشه هر روز. ولی روزایی که بخوای پول واریز کنی همیشه بازه، همیشه اوکیه. مردم روز تولدشون میرن جای لاکچری با دوستان و فلان، جایی که من هستم اینجا اومدم فلزکارا منطقه‌ای که کلا تراشکار و جوشکار و از این حرفا زیاده. باید یه دونه قطعه درست میکردم واسه دانشگاه که استاد راهنمام گفته بود و از شانسم افتاده بود واسه امروز. به همین خاطر یکم هم وقت کردم رفتم مدرکم رو گرفتم، لیسانسم رو. صبح نرفتم دانشگاه و کارگاه و از این حرفا و حالا بریم ببینم آماده شده یا نه. ولی البته شب یه رستوران لاکچری رزرو کردم، یه دونه رستوران رزرو کردم که قراره با خانواده بریم اونجا یکم خوش بگذره و بعد از مدت‌ها که مثلا میرفتیم بیرون از این بعد از مدت‌ها داریم میریم بیرون دیگه. بالاخره کپسول رو گرفتم و دارم میرم سمت دانشگاه که ببرم این کپسول لعنتی رو تحویل بدم. و بعدش هم شام چیز رزرو کردم، رستوران رزرو کردم که برم خونه یکم استراحت کنم، چون الان ساعت 5. یکم استراحت کنم، دوش بگیرم و از این حرفا دیگه آماده بشیم بریم اونجا و کیک تولد بگیرم. یادم رفته اون چند روزیه روی این موزیک خیلی گفتیه. سکسی لبند شیطون بیمنگ و حیرون شما ولی بیبی سفر دو بیمون سرد زل بشو به پرم گل بشو دستی داره جل بشو ولی بزی لیتر علم بشو. بابا ببین کجا برم، ماها ببین کجا برم، وسط این بلوشو دل نبندی مسافرم. باز برم این کار کرم، باز برم بخونم هرم، باز برم میلیون بازم تولدمه اوکی بای. اینجا هم از دانشگاه من. البته اینجا دانشگاه نیست، برهوته، دانشگاه اون طرف است. حالا بذارین نشونتون میدم. این دانشگاهی که من قبول شدم خیلی محوطه بزرگی داره، یعنی خیلی واسه خودش یه دونه شهرکی است و اون دانشکده ها و آزمایشگاه ها توی مکان مشخصی هستن. حالا اینجا راهی هست که داریم میریم ولی طبیعت واقعا خیلی خوشگلی داره. ببینین کلا منظره رو.
این طرف هم دانشگاه هستن، اون ساختمان ها دانشکده هستن و این پایین ها که مثلا سفید طور میبینی اینا هم سکو آزمایشگاه هستن. من اولین روزی که اومده بودم اینجا قشنگ دهنم باز مونده بود. اینجا چقدر خفنه، اینجا چه باحاله، چه دانشگاه خوبی. با اینکه یه دونه دانشگاه خودم رفته بودم تو لیسانس، ولی دیگه اینجا رو مثلا خیلی پسند کردم. خیلی بزرگی نبود، خیلی حال داد، ولی الان خیلی سختگیرم. اینم از همون قطعه‌ای که کل روز درگیرش بودم. البته اینی که روی کپسول هست تازه هستش که من درستش کردم و بستم روش. وسایلا رو به کارگاه تحویل دادم و داشتم میرفتم که این منظره ها رو دیدم. گفتم به شما هم نشون بدم که چطوریه دانشگاه و اینها. و این طرف هم میبینی اونجا هم دانشکده همون هستش و این جایی هم که اینا هستن اینا هم آزمایشگاه همون هستن، حالا کارگاه همون هستن، بستگی به رشته‌تون داره دیگه چی باشه. اولش از این کیک تولد آبی خوشم اومد، ولی دیدم روش دیگه قلب هست، این رو پسند کردم، میخوام اینو بگیرم. و یه دونه میخوام شم بگیرم، شم ندارم. کنار کیک یه دونه شم خریده بودم، اونم یادم رفت مون تو مغازه. تو شیرینی فروشی دارم، اینم الان شمم رو بگیرم، پولشو دادم. آقا اومدم قناتی فروشی و گفتن شمم موند، گفت چسبوندم به کیکت، کارتون کیکت. و من دارم از اینجا نگاه میکنم، شما که شمی نمیبینین و شم رو اینجا چسبوند. چقدر بد. از دم محلمون دور زدم برگشتم که شم رو بگیرم، یادم رفته، اونم تو چه ترافیکایی موندم. بعد آخر سر اینجوری. از اون جایی که شدیداً دیر کردم یه دونه جنگی رفتم همون 5 دقیقه و جنگی دارم سشتم. پیشام همون کوتاه کردم دیگه، وقت نداشتم ویدیو بگیرم. It's okay. آقا این از استایلم و جدیده نمیدونم چرا عاشق استایل‌های رسمی طور هستم و کلاسیک.
از اونجایی که ما توی تایم رزرو نرسیدیم، ساعت 9 رزرو کرده بودیم، ساعت 10:30 رسیدیم و کیکم رو با اون فشفشه و موزیک و از این حرفا نیاوردن. بعد شام کیکم رو آوردن که آرزو کردم و شمعمو فوت کردم و یکی از آرزوهام پیشرفت توی یوتیوب بود و بعدش مثل چیز پارش کردم و کیک رو و نوش جان کردم. جاتون خالی. اینجا هم بالکن رستوران هست، چون تو خیلی دود و از این حرفا میزنن و فلش و از این حرفا، میتونیم بریم بیرون از این فضا هم استفاده کنیم و برای کسایی هم که سیگاری هستن فری اسموک هست دیگه، میتونن از این فضا دوباره استفاده کنن و کل تبعیضم دیده میشه تو این فضا. و در نهایت شب تولدم رو با چند تا عکس یادگاری تمومش کردم. الان 2 هفته یا 10 روز از تولدم گذشته و کشورمون توی شرایطی هست که نمیدونم واقعا زنده میمیرم که ویدیو رو آپلود کنم نکنم. ولی قبلا یه ویدیویی از محمد افشار دیده بودم که میومد میگفت که سال پیش مثلا چقدر ویو داشته، چقدر سابسکرایب داشته و از این حرفا، میخواست با سال بعدش مقایسه کنه و من دیدم واقعا خوبه، ایده باحالیه. گفتم منم حالا بگیرم اگه عمری باقی باشه سال بعد پیشرفت اون رو ببینم واقعا، یا از سال بعد ببین چقدر پیشرفت کردم. خلاصه میخوام چنل اصلیم که سجاد اف جی هست رو اون رو بگم. فکر کنم 11 که سابسکرایب دارم دیگه. از این زمانی که اینترنت ها ملی شده دیگه دسترسی ندارم به چنل یوتیوب هم اینستاگرام، هیچی دیگه، هیچی دسترسی نداریم. فکر کنم 11 کا بود اگه تغییر نکرده باشه و ویو هم حول هوش 1 کا بود و خدا رو شکر قبلا ویدیوهای شورت هم بیشتر ویو میخوردن چون سبکش فرق میکرد، ولی الان دیگه سبکش رو به خاطر مانیتایز و از این حرفا عوض کردم دیگه ویو کمتر میخوره، ولی تلاش کنم میدونم بیشترش کنم. این بود از این. و الان واقعا خیلی کسل و بیحال بودم، پا شدم واسه خودم یه دونه اوتمیل درست کردم که از جو، موز و اورئو و اینا هم گیلاس هستن از اینا، و علاوه بر اون به جای شکر من از عسل استفاده کردم که طبیعی تر و مقوی تر باشه و یکم اگه میخواین خوشمزه تر بشه میتونین وانیل استفاده کنین که من وانیل خیلی دوست دارم میزنم، ولی بعضی هم میتونن از دارچین استفاده کنن. من دارچین زیاد پسند نمی کنم. این وانیل حالا از صدام میدونین دیگه. انا این ویدیو رو میگیرم اینطوری نگین که چقدر راتی از این حرفا، واقعا صدام حال و هوام اصلا یه جوری، اصلا حال هیچ چیزی رو ندارم. بذار یه دونه تست کنم. خیلی وقت بود که اصلا نخورده بودم، فکر کنم نزدیک به 3-4 ماه میشد که اصلا اوتمیل نخورده بودم. مثل دفعه قبل واقعا خوشمزه است. حالا بعضیا گرمش رو دوست دارن ولی من سرد این رو دوست دارم اوتمیل. این بار همه چیز داره، موز، اورئو و گیلاس. به خدا فشار رومه، اصلا نمیفهمم چی میگن. تا یه جایی عادی بود ولی از یه جایی به بعد واقعا خیلی باحال شد. یکم ترشی اون گیلاس اومد، واقعا اون حال و هوای مزه ها رو تو دهنم عوض کرد، واقعا خیلی خوب بود. و اینم از اوتمیلم شما میتونید درست کنیم، واقعا خیلی مقویه و خیلی هم خوشمزه است. مخصوصا اونایی که باشگاه میرن خیلی از این استفاده میکنن و به رژیم سلامتیشو از این حرفا میرسن که ما اصلا به رژیمی نمی کنیم. آقا خلاصه نمیدونم چی میگم، واقعا دارم دیگه چرت و پرت میگم. به این حد رسیدم که دارم چرت و پرت میگم، خودم قبول میکنم. این بود از این ویدیو، امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. تا سال بعد FJ یا سجاد فرجی. بابا به خدا چرت و پرت میگم، بمونین. خداحافظ.